در شهر خوجند دوام 3 ماهه اول سال جاری 105 حالت آسیب ساکنان از زخم دندان حیوانات به قید گرفته شده است که این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 2022 15 حالت زیاد می باشد. بیشتری آسیب دیدگان نابالغان بوده اساساً از زخم دندان سگ جراحت برداشتند. مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکزی نظارتی دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر خوجند نگینه براتوه میگوید که از شماره عمومی آسیب دیدگان در 3 ماه سال روان 53 نفر از زخم دندان سگ و 47 نفر از زخم دندان گربه جراحت برداشتند. نسبتاً به سال گذشته 54 عدد به قید گرفته شده که از این 37 معلوم و 17 عدد نامعلوم سقم می باشد. گربه با جلب دیدن از حیوانات های گربه باشد 47 عدد از این 28 عددش معلوم 19 عددش نامعلوم می باشد. در سال 2022 باشد همگی از گربه 30 عدد جلب دیدن از این 16 عدد معلوم و 14 عددی اون نامعلوم. باقی مانده از حیوانات های دیگر جلب دیدن این همگی 6 عدد رو تشکیل می دهد. با وجود این در 3 ماه سپری شده از طرف مؤسسه بویتوری شهر خوجند عید سگ‌های دایدو قیرکنی گذرانده شده است که همگی 117 عدد به نظر می رسد. باز گربه اینچنین 52 عدد را تشکیل می دهد. بنا به اطلاع مسئولین مرکز نظارت دولتی و سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند دوام چند سال اخیر حالتهای آسیب دیدن ساکنان از زخم دندان حیوانات به خصوص سگ و گربه در شهر زیاد شده است. ساکنان از زخم دندان حیوانات آسیب دیده اساساً استقامت کنندگان محله چشمه ارزنه میکروناحیه 18 32 34 و کوچه سیردریا می باشند. از شهروندان خواهش میکنیم که هنگام جبر دیدن البته سری وقت وابسته از منطقه یا اینکه نقطه آسیب شناسی در شهر خوجند این در مرکزی همسرحدی مرکزی سلامتی رقم شهر 1 جایگیر است باید که سری وقت مراجعت کنند و طبابت یعنی ضد همین بیماری دیوانگی امگذرانی قبول کنند یا ام گرفته شوند. تحلیل 3 ماهه متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر خوجند نشان می‌دهد که در این دوره در عموم در 2310 مؤسسه های زیرتابع 143 مراتب سنجش ها گذرانده شده است. بنا به اطلاع دیرکتور مرکز عظمت خواجه واحدوف از تعداد عمومی سنجش های گذرانیده شده 114 عدد نقشوی بوده 29 عدد دیگر غیر نقشوی می باشد. سنجش ها با اصول لابراتوری در 3 ماه سپری شده 96 عدد بوده از آن 71 عدد با تشخیصگاه کیمیایی و 25 عددی آن را با تشخیصگاه باکتریولوژی گذرانده شد. در اساس کمبودی های جای داشته 331 عدد پروتکل های حقوق ویرانکنی معمولی ترتیب داده شده با مبلغ عمومی 60583 سوم جریمه ستانیده شد. مکتوب ها برای چاره‌های معمولی به مقامات قدرتی عاید چاره‌بینی ارسال کرده شدند. در طول 3 ماه سپری شده ایستاده 3639 نفر از معاینه حتمی طبی گذرانده شده مبلغ عمومی آن 93465 سوم را تشکیل می‌دهد. اطلاع داده شد که دوام 3 ماه سال جاری هنگام گذراندن ریدهای مشترک در مرکزهای سودا و بازارهای حدود شهر 156 کیلوگرم محصولات پس‌صفت و مهلت استفادهش گذشته از فروش بازداشته شده است که مبلغ عمومی آن 4785 سامانی را تشکیل می‌دهد. بنا به اطلاع مسئولین مرکز آشکارکنی 156 کیلو محصولات پس‌صفت در این دوره با مقایسه به 3 ماهه اول سال 2022 100 کیلوگرم زیاد می باشد. این حالت به برهم خوردن مراتوری در ساحه سودا وابستگی دارد. 4 شعبه که شعبه سانیتری، شعبه کودکان نوارسان، شعبه گیانی کمونالی، شعبه گیانی غذا و شعبه گیانی مهنت از طرف متخصصان ما در اساس نقشه کاری و قرار سردار مرکز سنجش ها در مؤسسه‌های زیرتابع گذرانیده شد. وقتی که هنگام دریافت نمودن کمبودی های جای داشته در 4 مؤسسه زیرتابع سند ترتیب داده شد و در اساس کمبودی های جای داشته قرار عایدی بازداشتن انشاءات از طرف سردار مرکز به تصویب رسید. اون کمبودی‌هایی که در قرار و در سند درج کرده است از طرف صاحبکار
کار و فعالیت نکردن آن کمبودیایی که در قرار و سند چیزی که من درباره ذکر کردم گفته شده است البته آن برطرف کرده می شود و در اساس برطرف نمودن کمبودیای آن تکرارا سند ترتیب داده و به فعالیت اجازه داده می شود. مسئولین مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر خوجند تاکید میکند که حالا برای برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته در مرکز کاربری به طور ضروری به راه مانده است و اون تا دوره نتیجه گیری از فعالیت 6 ماهه صاحب پوره برطرف کرده می شود. گزارش منظور بختیارزاده، فرزانه شمسیه و نعیم جان ایوبو برای برنامه اطلاعاتی خبر.